نمیدونم چه بلایی سرم اومده. والا به نظر من دچار حمله عصبی شدی. داری از هم وا میری. خیلی ناگهانی اتفاق افتاد. شاید به خاطر دعوایی که دیشب با هم کردی اینطوری شدم. من که اصلا تعجب نمی کنم اولی. استنلی کجاست؟ رفت بیرون. کجا رفته؟ خب اون نمیخواست تو بدونی. خیلی نگرانت بود. رفته برات دکتر بیاره. چرا گذاشتی این کارو بکنه؟ تو که میدونی من دکتر خوشم نمیاد. اصلا ناراحت نباش پسر. من میدونم چه چیزی برات خوبه. تو به یه دکتر احتیاج داری و همون کاری رو میکنی که دکتر بهت میگه. باشه عزیزم، تو همیشه میدونی چی بهترینه. چیزی نیست اولی. الان دکتر میاد. برات یه آسپرین و آب گرم میارم. بیا ببینم دکتر پیدا کردی؟ بله تا چند دقیقه دیگه میاد. باهاش طی کردی که بگه من باید برم و هونولولو تا خوب بشم؟ نقشمون داره خیلی خوب پیش میره. آره معلومه، من ترتیب همه چی رو دارم. اما چرا میخوای بری هونولولو؟ چرا نمیفهمی؟ این فقط یه جور ردگم کردنه که بتونیم حواسشو پرت کنیم و بتونیم بریم جلسه. یعنی که نمیری کوهستان؟ وای معلومه که نه. ما ظاهرا داریم میریم هونولولو، اون وقت اونا فکر میکنن که ما تو نه من استنلی دکتر رو پیدا کردی؟ بله خانم، بهترین دکتر شهر الان میاد. خوبه، بیا عزیزم. اینم قرص. بگه. خب پاهاتو درار. چشم. خوبه، حالا پاتو بذار. باشه. سوختم اینو بگی. پات سوخت، یادم رفته بود آره سر بریزم توش. وای سوختم. داری چی کار میکنی؟ قرص از دستم افتاد. یکم تکون بخور. باشه. یکم برو جلوتر. عقبش آبپز تو عرق کردی، ممکنه تب کرده باشه. خودم هم گرممه. بهتره بری درجه رو برام بیاری. برو درجه تبا بیار. چی را؟ درجه حرارت از تو قفسه میتونی پیدا کنی؟ وای چی نشون میده؟ مرطوب و همراه با باد. نه این کبا سنجه.
چرا رفتی برام دام پزشک آوردی؟ فکر نمی کنم خیلی تفاوت بکنه. کنار. بفرمایید آقای دکتر. ایشون آقای هاردیه. سلام آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که اینجا این همسر داشت دچار مشکلی شده؟ فکر میکنم اون از یه حمله عصبی رنج میبره. اوه وای وای وای. چی شده دکتر؟ ظاهرا که جور دردیه که نه معلومه چیه و نه درمان داره. به این بدیه؟ شایدم بدتر، شایدم 2 بار بدتر. اگه اینقدر بده حتما باید بهش دوا بدیم. دکتر شما باید فکر کنم یه به چیزی این بهش نیاز بدید. داریم. آج تقصیر من بود. حالت خوب میشه عزیزم، خوب میشه. یا جناب یا جناب یا دهنتو باز کن. بده بر. بهتر میشی عزیزم، همه چی درست میشه. دکتر بهتر نیست بره تو رخت خواب؟ نه چیزی که اون لازم داره هوای اقیانوسه با مقدار زیادی نور خورشید و محیط گرم. پیشنهاد میکنم یه سفر بره به هونولولو. دکتر شاید کوهستانم همون کارو بکنه. من به آب حساسیت دارم، نمیتونم آب تحمل کنم. نه متاسفم خانم هاردی، اما سفر به هونولولو تنها شانس درمان شوهرش هست. بفرمایید آقای دکتر. بیزید لطفا. بعدن من نمیرم هونولولو. اگه تو نتونی بیای من میمونم خونه و درد میکشم. تو همچین کاری نمی کنی. دکتر گفت تو باید بری به هونولولو. تو هم همون کاری رو میکنی که دکتر گفته. نمیتونم که تنهایی برم هونولولو. یه نفر باید باشه که ازم مراقبت کنه عزیزم. شاید استنلی انقدر مهربون باشه که همراه تو بیاد. به این فکر نکرده بودم. ممکنه تو با هم بیای استنلی؟ کجا؟ هونولولو. من نمیتونم برم آخه من میرم به جلسه. منظور چیه که میری جلسه؟ یادم رفت بگم، از بتی سوال کردم گفت که میتونم برم جلسه. اینم از این. من به هونولولو نمیرم. چرا میری؟ تو میری هونولولو حتی اگه تنها بری. اگه قرار باشه تنهایی برم هونولولو اینم باید با من